یو استاسراتون چطور بچه ها؟ امروز اومدیم از جنوب مونیخ تا شمال مونیخ از شهرش از جنوب آلمان تا شمال آلمان اومدیم با دستگاه فرزا به مهران امکی و همچنین کامرمن امیررضا. چیکار باید بکنیم آجی؟ جریان چجوریه؟ با این دنبال آهن و اینجور چیزا میگردیم. آره آهن و طلا و اینجور. من دنبال طلا اومدم. من اومدم اینجا فقط واسه طلا. ما اومدیم کو بکنیم. معدن باز کنیم. این خود مهران یه دونه چنل مخصوص همچین کارهایی داره. حالا داخل دیسکریپشن میذارم چنل مهران، چنل امیررضا. بریم با هم دیگه. کجا بریم؟ دم سال بعد بریم ها. دم سال. بریم آقا بریم ببینیم که چیا پیدا. آجی ناموسن تیپ کن نگاه کن. این تیپ سابسکرایب نداره ها. این بس سابسکرایب. آره مولا بریم. به مولا همه اومدن اینجا آجی پیکنیک آجی دوستانا. ما اومدیم اینجا دستگاه بلندشون میکنیم با بیت میگردیم کل. آقا بریم کنار اومدیم. این دستگاه سیمپلکس پلات مال شرکت ناکتا ماکرو و این دستگاه یه چیزی بین حالت بین متوسط تا حرفه‌ایه. قیمتش هم 300 یوروه و ما سه تا سیگنال داریم: سیگنال آهن، سیگنال متوسط و سیگنال بالا که میشه جواهرات و اینجور چیزا که امیدوارم امروز فقط از این سیگنالا داشته باشیم. و آره دیگه این تکون میده روی زمین و تیک تیک میکنه دیگه، مثل صدای مرغ اینجوری. اوکی. هر چقدر صدا زیادتر باشه این چیز خفن‌تر. کوچیک هم داری به اسم پین پوینتر MI4 که اگه یه سیگنال ما روی زمین گرفتیم با این خیلی سخته بکنیم اون چیزا رو پیدا کنیم. اینو روشن می‌کنی و میری دنبال اون جریانی که توی زمینه. آماده بریم تو عمل نشون میدیم. ما حرفم ما مرد عملی. آره با مولا که با بریم. مزیات چون که ببخشید علی چون که کفشش خیلی گرونه دمپای منو پاش کرده. مثل قایق شده با این میرواب نمیری پایین. الان باید تنظیم بشه. صدای خر میده آجی. آقا تا این داره تنظیم میکنه حتما به چنل همین الان ساب حساب کنید. 100,000 تا فقط میخوایم به شما میدن لایک این پایین چند زیر دریایی باشه حواستون باشه. خب برو ببینم چیکار میکنی. لیتس گو. خیلی نه ببین واجا قشنگ راه میره. ببین دستگاه رو اینجوری بگه جلوت، اینجوری راست و چپ، راست و چپ آروم. بعد نگاه خیلی تو حواس، بعد فاصلت خیلی کمتر باشه. این خط فاصله بذار. بعد راست و چپ هم میه حواست باشه بلند نشه چون اون وقت اون زمین و اون مساحت از دست میدی. خیلی دیگه آرومه، کم تندتر. بابا این چقدر سخته. پلیج میخوام بهت نشون بدم. وایسا ببینم. خب خوب نیست اینجوری. خوب نیست. نه ببینم. نگاه اینجوری. بعد این بغل اینجوری بلند نباید بشه وگرنه این قسمت رو نمیگرده. نگاه اینجوری. برو ببین. واسه دقیقاً همینجا فکر کنم سیگنال است. اینجا؟ آره همین پایین. بیا خبرتر. اینجا الان بگرد. دستگاه رو باید تکون بدی تا سیگنال بگیره. اگه ثابت باشه نمیگیره. کم پایین‌تر. آها همینجوری برگرد. نه نبود. اوکی مشغول. بریم. بیا اینجوری. آها 18. چند؟ کجا؟ 18 واسه. ببین این سیگنالا چیزن. سیگنالای ضعیفن چون که زمینم مثلا بعضی وقتا سنگام یه مقدار آهن دارن. میدونی؟ یعنی هر جای زمین که بری آهن داره تو زمین. بعد سیگنالای ضعیف که صدا نرن اینجوریان. نگاه الان این سیگنال خوب بود. ببین. 41. بعد تکون بدی که سیگنال بگیری. ثابت بذاری نمیگیری. بیا عقب‌تر. نه گمش کردی. این سیگنال اضافی زمینه. بابا این حرفه‌ای حاجی بابا. فعلا که هیچی نیست. من نوب سگم. نزایم. من روز اول مثل تو بودم. من هنوز نوبم. بعضی 29 دادا. نه ضعیفه. صدا رو می‌بینی چقدر ضعیفه؟ اوکی. یعنی خیلی عمیقه. هر چی گاز خیلی عمیقه. الان نمیارزه زمین رو خواهیم بکنیم. خب می‌خوای بریم یکم این ورتر؟ بیا اینجا فکر کنم اینجا منطقیشه که اینجا باید باشه. اوه مثلا از چی بود؟ آها بیلم بود. این نشونه خوبیه که چیزی سیگنال نداریم ما. چرا؟ یعنی اینکه آدما زیاد کثیف نکردن اینجا رو. آفرین. پس اگه نکته مثبت ویدیو. آره پس اگه چیزی پیدا کنیم بعد یه چیز قدیمی باشه. عجب صدایی. بایا چقدر سکسی علی. برو واسه داشت. خب سیگنالای ریز داریم. اوه خب به اینجا یه سیگنال متوسط داریم. 70 سیگنال خفنیه. و باید همینجا باشه، بعد رو سطح باشه. این بزنیم کنار. و بذار ببینم درش آوردم. آره تو این باید باشه.
بخوای تو بگردی؟ آره چجوری داره میگرده؟ بچه جمع با این منظره ماسا. روشنه؟ آره قشنگ بذار رو خاک. آه اوکیه؟ اینجا داره میلرزه این دستگاه. خب بعد بگی تو دستت ببین چیه. اینجاست من دیدمش. اگه شانست خوب باشه قدیمیه. نه ببینم. معلومه 50 سنت. ببینم. شانس اون 50 سنتی یه بود. 50 سنتی خفن مال سال 2001 کشور هلند نیدرلنده. خوبه دیگه واسه چند سال 19 ببین. 21 سال پیش. واقعا شانست خوبه. اولین چیزا چون پول پیدا کرده. اولین چیزه بعدی میشه صد. اولین چیزی که پیدا کرد به نظر من یادگاری برش داد. یادگاری بزن تو 50 ما پولا شدیم رفا. برو ببینم چیکار می‌کنی. حالا بچه نوبت منه. مهران شانسش خوب بوده. ببین داری اینجوری میری. باید یه مسیر رو بری. یه ضربه دری داری میری. آقا تو خود معمولا توی 30 دقیقه چند تا پیدا می‌کنی وسیله؟ از من بستگی تجربه که داره. داشتی. مثلا حداقل فکر کنم 10-20 تا. 10-20 تا وسیله. 10-20 تا. ولی خب بستگی به جام داره. الان اینجا من هم که بودم پیدا نمی‌کنم. منم نوبم میگم وارد نیستم. آقا ما الان یه سیگنال گرفتیم. خب اصلا ببینم چند سیگناله. 19 سیگنال 19 متوسط 47. برو ولی یکم عمیقه. دقیقاً اینجا باید باشه. برو ببینم چیکار می‌کنیم. ماشاءالله. وایسا من اسکرم بردارم. ایوه. وایسا. خوبه. الان ببینید تو بیرون ننداختیم چیزی که آه! گرفت. چرا؟ اینجا افتاده بیرون. اینجاست. خب الان باید با پین پوینتر درش بری. ایوه. اوه دقیقاً اینجاست. دقیقاً رفتی این روش. چیه دیگه؟ من میدونم چیه. باتریه؟ نه دکمه لباسه. دکمه لباس؟ آره خیلی هم قدیمیه. دکمه لباس این چقدر قدیمیه. خیلی قدیمیه. اینم چیزای جذابیه با اینکه آشغاله ولی جذابه چون خیلی قدیمیه. یه دکمه قدیمیه واسه 100 سال پیش. یه تیکه از تاریخ آلمانه. آره بابا. اینجوری نگاهش نکنین بچه‌ها. آره بابا گودالمون هم میپوشونیم و بعد میریم برای میذاریم. چی بود افتاد؟ سیگنالای بعدی. چی افتاد؟ نمیدونم این چی افتاد. مطمئنی؟ این چیه؟ آها این پره. آره. پره. خب امیر رضا برو کمک مهران ببینم. هیچ کار نمیکنه اینجا. امیر رضا معمولا مردم آفتاب میگیرن. آره نه اینجا رد میشن آفتاب بالا میگیرن ولی باید باشه حد راست می من یه بار همین جای دریا رو گشتم یه حلقه طلا پیدا کردم. چی؟ حلقه طلا. حلقه طلا آره، جدی. این قسمت. او ما که چرا شانس داریم؟ نداریم. خیلی عمیقن بعضی از سیگنال حتی نیم متر زیر زمینن بعد وقتی که میچرخی آب میذاره بیرون سرویس میگه خیلی تجربه بعدی دارم. نمیدونم فکر می‌کنم که نقش من دقیقاً اینجا چیه؟ مثلا اینجا عقبیام راه برم تو چی؟ نمیدونم. تو مثلا با راه باز کنه منی. منم دارم دنبال این میام مثلا نمیدونم کجا دارم میرم. خب بچه اینجا سیگنال خفن گرفتیم ولی همش این داره نمی‌دونم سیگنال میگیره. همینجا. بذار یه بار نگاه کن یه بار من از این سمت میگردم. خب اینجاست یه بارم 90 درجه. الان میبینیم که همینجا آقا همینجا. آره دقیقاً همینجاست. آفرین. حدس میزنی چیه علی؟ حدس میزنی آقا من چیه؟ فکرش صرفش. البته صرف که فرز نیست. صدف که فرز نیست. اینه؟ چیه دیگه آره. ها؟ این چیه دیگه؟ سنگه. وایسا من بگردم. اینجا. ایول. این چیه دیگه؟ آره همینه ببینم. آره. تیکه سیمه. تیکه سیم آخه. پیدا کردیم. این چون که همین دقیقاً لبه دریا بوده یه جا از توی دریا میاد. گد در خاله خدا وکیلی. عالی. اینجا دارن یه سیگنالی دارن میگیرن. چند سیگنال ضعیفه؟ آره ضعیفه بچه. 1 و 2 فلش 1 و 2 بیا اینجا نکن. یعنی نزدیک ببر اینا مثلا بیلو. آره. وقتی 1 و 2 نشون بده یعنی خیلی نزدیکه. میگیری چی میگن؟ یعنی یه دونه بیل بزنیم پیداش کردیم. واسه خب بذار من اینجا رو کامل بگردم برات. اینجا چیزی نیست. خب اینجا یه سیگنال ریز داریم. 4 ولی آهنه. سیگنال آهنه. بعد رو سطح هم باشه. بیا نشون بده 4 رو. بعد روی سطح هم باشه. روی سطح هم باشه. چون یه خونه داره. بده. آها وایسا. اوه بیا.
پیداش کردی. بیا ایناش با ایناش. کلید. یه دونه کلید. الان چیکار کنم کلیدا؟ کاش حداقل کلید ماشین بود میرفتیم آره دنبال راست ماشینش میگه. می‌گشتیم. اگه کلید ماشین بود به درد می‌خورد. دقیقاً. سیگنال متوسطه. بیا اینجا واسه- بزن اینجا. دیدمش اصلا چیه نیازی نیست شده؟ بیل بزنم. ببینم در چیه؟ بطریه. اوه در بطری. یه دونه در بطری قدیمیه مال سومرسس چی نوشته روش؟ بچه این باید واسه 100 سال پیش باشه. اون موقع اگه در بطری بوده نه مال- چرت دارم میگم. ببین حداقل 2-3 سال قدیمی مال آبجوه که ملت اه. خوردن و قشنگ پوک در بطری. آقا انداختن نکنه تو سال. بابا نکن. آجی نکن. اینو به من بده. اینو بده. بس دیگه به نظرم بچه‌ها ما بریم اینجا ما خیلی گشتیم و چیز خاصی پیدا نمیتونیم بکنیم. بریم اونورا بریم. این چیزی پیدا می‌کنیم یا نه؟ نزدیک اونا هم بگرد اونجا معمولا پول خورد پیدا میشه. کجا؟ اینا که میشینن صندلیاست اونجا؟ چیه آره مثلا طرف میشینه بعضی وقتا از جیبش پول میفته پایین. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop. چرا آقا چیزی من گرفتم. بچه‌ها نگاه کن چی داری میگرده. بیا تو نگاه بگرد. اینجوریه. انگار مثلا باش ایراد داره به عنوان عصا داره استفاده میکنه. ببینید بچه‌ها آقا بگی علی اینجوری اینجا میگرده سکه پیدا نکنی دیگه اصلا نمیشه. اینجا پای کیه؟ باید پیدا شه. آها یه سیگنال اینجا داریم تقریبا 80. این نیستش اینا. نه این نیست. پشمام این چیه دیگه؟ پشمام واو! مولی ماما پیدا نکردی یه چیز مشروع پیدا کردی. حال کردی؟ حاجی حال داغونه. یه دقیقه داد دست من. حاجی به نظر این واسه چند بذار وقت ببینم چیه؟ پیشه ببینم ناکن روشن چند میشه. کثیفه پشتش میبینی؟ آیفون چنده؟ 4 یا اس ای با چند 5 اس ها. آره امکانش هست. ببین من داداشم 7 سال پیش دون از اینو داشت. وای خدایا حالا که آیفون پیدا کردیم چرا آیفون 10 و 12 پیدا نکردیم؟ واقعا طرف هم منطقی بود انداخته رو زمین دیگه کار نمیکنه. شاید هم افتاده تو جیبش معلوم نیست. آقا این بیافتش که واسه چه بیافته وقتی خرابه دیگه؟ ببینم روشن میشه. اینجوری که تو زدی الان سالم بود. اینو راست میگه. او آلده خراب شده بابا موبایل خودم که نیست اصلا. نه روشن نمیشه. اینجاشو بزن. دکمهش کار میکنه خوش کار نمیکنه. دوست داری بازسازیش کنی؟ نه واسه بازسازیش کن نشون بده ببینم داد. بابا با چی بلد نیستم که. درت زیر. ببین اینقدر بد شانسی آورد که من گفتم امروز هیچی پیدا نمی‌کنی. این کافی نیست آقا من جوگیر شدم. بعد بریم چند تا دیگه بگم. بریم واسه اینجا بگم ببینم چیزی دیگه گم نشده. آره شاید سکه چیز از کیف پولش افتاده طرف. اینجا این چه که مال نه این مال اینه. آهن. مال آهن اینه. برو اینجا رو با ببین دقت آجی که- بگرد. دیگه چیا پیدا میشه؟ اینجا رو با دقت میخوام بگردی ها. بذار اول این گوشه رو تموم کنیم. آره این گوشه گوشا. اطرافو. و بعد بریم سمت داخل. اینم صدای اینه. داد. برای خدای صدا مرغ نمیده نگاه. راست از این عروسک هستش اینجوری واسه اینجوری نگاه. میگیری. اینجوری. بیا اینجا بگرد اینجا. خب یه تیکه اینجا. آشغال فقط پیدا کردیم. یه تیکه آشغال مال آدامسه. اینم آدامس. بذار تو جیبت. مال آیفون است. ولی فکر کنم یه 3-4 ماه مونده نکن چقدر کثیفه. اینجا یه سیگنال خفن داشتیم. اوکی. اساسا سیگنال 68 باید دقیقاً همینجا باشه. یا در بطریه یا پوله. برو ببینم شانس چطوره. آقا موبایل دوم. این بغلو بکن. اینجا باید باشه. وایسا. آره تو اینه. وایس. برو ببینم پیداش می‌کنی یا نه. بیا اینه. پوله. چقدر؟ 1 یورو. ایول. 1 یورو بیبی. پس شام امشب هم جور شد دیگه. آره نه؟ شام امشب. ما با این میریم بستنی میخریم. ببینم مال چه سالیه؟ 2007. مال اسپانیاست. واسه اسپانیا سال 2007. 2007 چند سال ایول. پیش میشه؟ اینم معلومه که خیلی وقت این پایین اصلا چون رنگش رفته. 15 سال پیش. آره یک ذره هم بالاش زنگ زده. بچه‌ها ما الان یه دونه دیگه چیز پیدا کردیم اینجاست. من دیدمش چیه. یه دونه این علم غیب داره با این علم غیب داره بچه‌ها. این باید باشه. چی این؟ ورق آلومینیومه. ورق طلا نیست. نقره نیست آقا نقره است. نه ورق آلومینیومه مال بسته بندی چیزی بوده.
همین طرف اومده خورده اینم انداخته تو تمیز. عبیشو خیلی بیشتر. عبیشو بعد میگن آلمان جهان اوله. چه وضعش؟ من عاشق استایلتم علی وقتی داری میگردی. خیلی باحاله. اینجا بعد جارو در میزنه ها. آره دقیقاً. خب بیاین اینجا. مهران الان این طرفش پیدا کرد. دقیقاً اینجاست. بیا امیررضا چرا تو نمیری بکنه؟ این اینجا اومده ویدیو گرفت. از بگیر من برو ببینم. همش اینجا نشست. وایسا. یا اول فصل. این امیررضا که اصلا بدتره بابا. اینجاست هرچی. اینجاست. بزنم تو اینه. خیس شد دستم. همینجاست دقیقاً همینجاست. نمیشه رفت نزدیکش. ها نه تو بیلو وردو. آره بیلو وردو. شت آجی جورا و خیس شد. لعنت به این کانتنت. بچه‌ها این بود از ویدیو ما، با اینکه یه چند تا چیز چرت و پرت پیدا کردیم، اصلا چیزی هم پیدا نکردیم، ولی موبایل رو پیدا کردیم با 2-3 یورو پول ها. دقیقاً با این خسته شده. مهران که هنوز ولکن ماجرا نیست. آقا مرسی بابت تماشای این ویدیو. اگه خوشتون اومد بچه‌ها واسه کلی زحمت کشید، حتما به کانال سابسکرایب کنید. کانال مهران امیررضا داخل دیسکریپشن هستش. همین الان با مهران می‌خوایم دوباره پارت 2 این ویدیو بگیریم. به چنل را سر بزن. فعلا میرتا. بای بای. عینکم افتاد. اومدم خدافظی کنم.